بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الاسلام رو دملو خطیب در موضوع صحبت کردند. من یک چند نقطه رو تذکر میدهم تا اینکه در زندگی دنیا و آخرت کامیابی و موفقیت و سعادت و عزت و برکت دنیا و آخرت پروردگار نصیب رجوع بگرداند. دانشمندان اسلام میگویند که میخواهید که زندگیتون با برکت باشد، میخواهید که هرگز رنج نبینید. حالا رنج از انسان ها این عادی است. هر چقدر زیاد نیکی کردی هم قدر زیاد مردم رنجت میدن. این مشکلی نیست. رنج مردم اجر و پاداش دارد. همسایت رو یک عمر نیکی میکنی، بعد در یک جای تنگی بعد چنان ضررت میرساند که در حیرت میمونی که چرا. مشکلی نیست. این مشکل نیست. اصلا مشکل نیست. برای چی مشکل نیست؟ به خاطر که اون اجر دارد. همین جگرگوشه خودت رو 20 سال 30 سال تربیت میکنی و کلان میکنی و بچه‌م میگوی و جگرم میگوی و دیگر میگوی، بعد از گلوت میگیرد. تربیت کرده باشی این مشکلی نیست. این اجر دارد. فرزند پدر یک عمر خدمتش میکنی، خدا نشان ندهد، خدا رحم بخورد، بعد میبینید که در میراث میخواهد گلویت بگیرد یا که نابودت کند تا اینکه اون میراث‌های از پدر ماندگی رو خود تنها صاحب شود. این مشکل نیست. هر مؤمنی به خاطر پروردگار گذشت میکند، پروردگار با اون عزت و برکت سعادت میدهد، چند برابر عوض میدهد. خصوصا علامه در میراث بری بسیار بی‌عدالتی و ظلم میشود. بعد شما ببینید همونی که ظالم هست در میراث پدر همه مالکیت پدر را صاحب میشود، دیگر برادرها و خردسال‌ها خصوصا یتیم‌ها اگر باشند به اونو هیچ چیز نمیدهد. لیکن این لطف و مرحمت پروردگار است. میبینید که همون ظالم رو به همین مظلوم، به همین یتیم زور میکند. به همین یتیمی که ظلم شدگی هست، مظلوم هست، به همین زور میکند. برای همین آزاری از مردم هیچ دشواری ندارد. 10 سال 20 سال امامی میکنی، کردت میزنن، خنجرت میزنن، این اجر دارد. این رو پروردگار قدر میکند. هیچ آزرده نباش، هیچ فکرش نکن، توکلش به خدا، خدا هدایتش کند. لیکن ناکامی چی هست؟ ناکامی اساسی ناکامی دینی یا که غضب الهی است. چرا که این آزار مردم میگذرد و پروردگار عوض میدهد و هر وزنینی چندین آسودگی ها دارد. پروردگار میگوید استعیذ بالله فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. هر مشکل چندین آسودگی ها و سعادت و عزت و برکت پروردگاری دارد. ناامید نباش. اما غضب پروردگار این عذاب دنیا و آخرت است. خدا نشان ندهد. برای همین میگوید اگر میخواهی در زندگی هرگز پروردگار بالایت غضب نکند و زیر سایه رحمت و لطف و مرحمت الهی باشید، دو کار رو هیچ به زبان نیارید. دو کار انجام شده رو هیچ به زبان نیارید. یکی نیکی کردگیتون رو. نیکی کردید نگویید من نیکی کردم، این کردم، اون کردم، فلانی رو کمک کردم، دستگیری کردم. هیچ نگویید. چرا میگویید؟ حالا که به خاطر پروردگار کرده باشید چرا به زبان میارید؟ بگذار در ذهن چرخ بزند، مشکلی نیست. خوب است. الحمدلله. هر وقت عبادتت نیکی کردهت به یادت در ذهنت، در روحت، در روانت آمد، بگو الحمدلله. تمام. با الحمدلله جنبه است، نقطه اش بگذار. به زبان نگو. این همین نقطه رو یک طرفی مسئلهش. طرف دیگری مسئلهش نیکی رو به خاطر پروردگار کردی، پروردگار اجر اون رو میدهد. وقتی که شما فراموش کردید پروردگار فراموش نمیکند. هر نیکی رو کردید فراموش کردید پروردگار فراموش نمیکند، اجرش میدهد. حالا وقتی که این نیکی رو که به زبان نآوردی، اون دوست میماند. اون دوست دشمن نمیشود.
اگر کسی رو نیکی کردید بعد 10 بار و 100 بار پیش رویش کشیدید، بعد تو اندازه که نامرد من این کردم اون کردم و گفتد، یعنی برای خود یک دشمن ساختید. همین خلاصی نیست، دشمنت میشود. میگه بیس بگریزم که نامرد البام یا دستگیری کاگیش پیش رو میکشد، میشود دشمن. این کاری اول. کاری دوم که هیچ به زبان نیارید، هر کسی در زندگی آزارت داد هیچ نامش رو نگید. در عموم اگر میگوید بگوید، لیکن نامش نگید هیچ وقت. دانشمندان اسلام میگویند برای چی؟ چرا نامی ظالم اونی که ظلمم کرده است نگیرم نامش رو؟ ولی اونجا نیکی کردم چرا نامی نیکی کردم رو نگیرم؟ وقتی که نامی نیکی کردت رو نگرفتی، اون دوستت میشود. اگر دشمنت هم باشد دوستت میشود. نیکی کردید عموما به زبان نیاوردید، نگفتید. ولی که نیکی میکند انسان مسلمان یا هر انسان، وقتی که نیکی میکنید، نیکی به اون شخص نمیکنید، نیکی به خود میکنید. هر کسی که هر چی میکند، نیک میکند بد میکند، برای خود میکند، برای دیگران نمیکند. هر چی کردید برای خود کردید، برای هیچ کس نکردید. نگید فلانی رو نیکی کردم، بگوید خود رو نیکی کردم الحمدلله نزد پروردگار. به زبان نیار، بگو الحمدلله برای خودم یک نیکی کردم. آیا بیچاره رو، قرضداری رو، معیوبی رو، یتیمی رو سرش رو سیله کردید، دستگیری کردید. حالا دانشجویی که محتاج است، قابلیت ذهنی خیلی وسیع و خوب و بهترین دارد، لیکن امکانیت اقتصادی ندارد، همون رو کفیل شوید. تو نامزدی علمی و تو دکتری و دیگرش رو کفالتش رو بگیرید، یک متخصصی ورزیده بهترین شود، لیکن نامش رو نگیرید هیچ کجا. همون میشود یک دوستی، یعنی یک فرزند و جگرگوشه اساسیت. وقتی که نامی اون رو نگرفتید، یعنی به خاطر چی نامی اون رو نمیگیرید؟ به خاطر که انسان مسلمان نیکی رو برای خود میکند. هر نیکی کردید برای خود میکنید، اون به خود بر میگردد، به شما بر میگردد. هیچ ممکن نیست بر نگردد. چرا ممکن نیست؟ به خاطر که پروردگار وعده خلاف نیست. هر انسانی وعده خلافی کند، وعده خلافی میکند. پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار گفته اگه استعذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس اون رو برایت برمیگرداند. اون رو میبینید در زندگی، در حیات، خصوصا در حسن سالی برجاماندگی و پیری. اومدید مسجد برای عبادت تعمیر مسجد رفته ایستاده است، چیزی نوچیزم باشد در صندوق خیریه پرتوید به امید پروردگار، همون برمیگردد. خدا خیر پوداش زیاد کرد. اون صاحب کارهایی که سهمگذار هستن همیشه سهمگذاری میکنن، دستگیری میکنن، فعال هستن، اصل و دستی کم و سر خم نبینن. این نقطه اول. نقطه دوم، هر کسی آزار داد نامش رو نگیر، نامش نگیر. چرا که اون آزار دادگی اون اجر دارد برای تو. اون رو به پردال میگوید که ظالم ظلمت کرد، به پروردگار بسپردش، بعد از دور تماشا کن که پروردگار رو چه کار میکند، با او سر به سر نشو. و دانشمندان اسلام هم میگفتند که میگویند که توصیه میدهند که با هیچ دشمنی از اسلام، این در حیات انفرادی فردی شخصی هست، یعنی جامعه و جمعیت و دولتداری نیست. این در حیات چیز انفرادی هر شخص، حتی اگر شیطان هم، نگو که شیطانی لعین و دیگر ها، حذر تباش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دویم، یعنی از پروردگار پناه طلب کن. حالا میگه اگر همین با شیطان سنمن کنی و بسیار جوه کنی، به مانند سگی که اگر با اون سگ سنگ بزنی و میگزه، یعنی عذرت میده. حالا از اونی که با اون سگ، خب از همسایه باشد، از کدوم خانه دیگر باشد، از اونی که سر به سر میشوی، از اونی بگی که صاحب سگ سگت رو بگیر، تمام اون صاحب سگ از سگ بگیر، تمام موکب میشیند. هم خلاصی نیست، تو سالم موندی. حالا با ظالم هم دست به گریبان کی شدی، خب ظالم است دیگه. اون نه از خدا میترسد، نه پروای خدا دارد، نه پروای قیامتش دارد، نه قبر فکر میکند، نه گور که فکر میکند، نه پروای عذاب جهنم دارد. تمام این نمودی عذر میدهد، اما نامش نگرفتی چی؟ عذر داد، بگو توکلت به خدا، به خدا سپاریدمت.
خداوند هدایتت کند. اون انسان است، ذره هم باشد عقل دارد. وقتی که هیچ نامش رو هیچ گجو که نگرفتی میگوید بهترین انسان بوده است. همون دشمنت به یک دوستی نزدیکترین تبدیل میشه. این دو نقطه‌ای که گفتم. یک مسئله دیگر که پروردگار بسیار روشن و آشکار میگوید، استعیذ بالله، ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. نیکی همدیگر رو فراموش نکنید. ولا تنسوا الفضل. فضل یعنی چی؟ نیکی چیست؟ اصلا این در آیه های وابسته به زن شوهری است، به زن و شوهری، که همین چند سالی اگر که زندگی کردید، خب در این چند سالی که زندگی کردید بین شما یک نیکی های بود با همسرت، همون نیکی های در زندگی چند سالتون رو هرگز فراموش پیش رو بیارید تو اینکه اویله بر هم نخرد. لیکن ولا تنسوا الفضل بینکم، هیچ وقت مهربانی و اون نیکی های پدرت فراموش مکن، نیکی ها و رحم شفقت مادرت فراموش مکن، نیکی های همسایه و دوست همکار و همنشینت رو فراموش مکن. همین نیکی ها رو همیشه پیش رو بیار، دوستت زیاد می شود، زندگیت آسوده می شود. و وقت با پایان رسید. دعا کنیم پروردگار رو این روزی سید جمعه و همه روز و همه وقت ما رو مبارک با برکت. چندین برادر و دوستای خواهشی دعا کردن. برادر عزیزی هم بیمار است، پروردگار شفای کامل عاجلش عطا فرما. تمامی بیماران اهل اسلام را شفای کامل عاجل عطا فرما. و برادر برای خود و اهل خانواده و فرزندان طلب دعا کردن، پروردگار عزت و برکت و سعادت و برکت در خانواده و فرزندانش و همه این دست برداشتگان عطا فرما. در این روزی سعید جمعه همه این حاضرینی که دستی امید به سوی خودت برداشتن، همه اینها رو برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان. در این عصر فتنه و که گروه‌های بدخواه همیشه در تلاش ناآرام کردن منطقه ها و کشورهای آرام هستند، پروردگار این گروه‌های بدخواه را خودت سرشته کن. پروردگار از آفت و ضرر و خطری تمام بدخواهان کشور ما و تمام مردم ما و امت اسلامی را نجات بده. پروردگار همه این حاضرین به امید خانه‌ات آمدند و دست امید به سوی خودت برداشته‌اند، همگان نیت‌ها و آرزوها و نیت‌های نیک دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.